بسم الله الرحمن الرحیم و این کنتم جنوبا فطهروا. صدق الله العظیم. بینندگان عزیز، خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. تعداد از برادران و خواهران عزیز ما درخواست نمیدن که استاد اگر طرز غسل کردن رو بگید یا اهمیت غسل. ببینید، غسل حالات مختلفی داره. یکی غسل واجب هست، یکی سنت هست، یکی حالات عادی است که انسان غسل میکنه. غسل واجب زمانی که انسان جنوب میشه، غسل کردن برش واجب است. اگر او را به اصطلاح احتلام میشه، شیطان غلط میده، یا با همسرش هم بستر میشه، یا علیاذ بالله به اصطلاح خدای ناکرده مرتکب زنا میشه، یا خود ارضایی میکنه، به هر حالتی که وقتی انسان جنوب میشه، غسل برای انسان واجب و لازم و ضروری است. اگر فردی با همسرش هم بستر میشه، ولو که چندین مرتبه هم بستر میشه، همون یا غسل برش کفایت میکنه. بسیار سوال میکنن که اگر ما در شب اول شب هم بستر شدیم، باز در اخیر شب آیا در وقت صبح دوبار غسل بکنیم یا غسل کفایت میکنه؟ هر قدر هم بستر بشید به تعداد هم بستری غسل لازم نیست، بلکه در اخیر یا در به اصطلاح وقت صبح همون یک مرتبه غسل کردن کفایت میکنه. طریقه غسل شرعی همیست که شما وقت وارد حمام میشوید، اول یک وضوی مکمل بگیرید، مثل وضویی که برای نماز خواندن میگیرید. یعنی درست دست و دهان و بینیتان همه منظم بشوید و بعد میری زیر شاور، به اصطلاح کل بدنتان میشوید، به طوری که حتی به اندازه یک تار موی هم باید خشک نماند. در غسل کوشش بکنید درست و منظم به اصطلاح آب طوری بریزید که سر تا پایتان باید به اصطلاح تر بشه. یک بار مکمل شستن تمام بدن غسل ادا میشه، اما بهتر و احسنتر و مستحب است که انسان 3 بار سر تا پای و بدن خود را مکمل بشوید. این طریقی غسل است. با همین غسلی که شما اول وضو گرفتید بعد غسل کردید، با همین میتونید نماز بخوانید، قرآن تلاوت بکنید، نماز جمعه برید، نماز عید به اصطلاح عید بخوانید، نماز جنازه بخوانید، کاملا درست است. تا زمانی که باز بار دوم نیاز به وضو میشه. و یکی غسل های مسنونه است، مثل غسل روز جمعه، در وقت عید، در وقت احرام انسان غسل میکنه به نیت سنت، هم بدنش پاک میشه هم سنت به جا میشه. یکی در حالات عادی است، هر لحظه انسان میخواد به اصطلاح میره شاور میگیره غسل میکنه، خدا پاک میکنه. ولی منظور ما غسل جنابت که نص صریح قرآن میگه و این کنتم جنوبا فطهروا. اگر شما جنوب شدید خود را باید پاکیزه بکنید. پاکیزه به این معنا که به توسط این غسل شما از جنابت برمیایید. بنابراین پس برادران و خواهران عزیز در این قضیه دقت بکنید. اولا در غسل کردن باید انسان تأخیر نکنه، کوشش کنه زودتر غسل کنه، بهتر است. ولو اگر حتی در یک شب با چند مرتبه با همسرش هم بستر میشه، بهتر است که حتی رسول الله صلی الله علیه و آله میگه اگر اول وضو بگیرید باز به اصطلاح یا غسل بکنه باز بره هم بستر بشه، شاید ممکن کیفیتش هم برای انسان بهتر باشه. ولی به هر حال غسل لازمی و ضروری هست. طریقه غسل همیست که اول میری داخل حمام، یک وضوی مکمل میگیری. در غسل 3 چیز فرض است: شستن دهان، شستن بینی درست منظم، خوب مزمزه کنید آب در دهان و بینیتان، و بعد شستن تمام جان. این فرایض غسل است، ادا میشه. با همین غسل که شما وضو گرفتید غسل کردید، میتونید نماز بخوانید، قرآن تلاوت بکنید، عبادت بکنید. یعنی دوباره بعد از غسلتان لازم به وضو گرفتن دیگه نیست. و در غسل چیزی که مهم است که نیت انسانه. وقتی شما جنوب هستید به نیت پاک شدن جنابت میرید غسل میکنید. لازم نیست که فقط بگید نیت کردم غسل کنم چنین و چنان. همین که به فکرتان همین قضیه هست، به خاطر پاک شدن از جنابت میرید غسل میکنید، همین خودش نیت است. امیدوارم پیام را گرفته باشید. موفق و کامیاب باشید.